اگه همیشه تو فصل سرما میخورید یا فردی رو میشناسید که سرما خورده هستش، لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید. یه قاشق چایخوری عسل رو با یه لیوان شیر ترکیب کن، میل کن، سریع سرماخوردگیت خوب میشه. اگه عفونت شدید گلو، عفونت لوزه، خلط پشت حلق و سرماخوردگی داری، فقط کافیه 3 حبه سیر رنده شده رو داخل یه لیوان شیری که از قبل جوشوندی بریزید و یه قاشق چایخوری عسل بهش اضافه کنید و میل کنید. تمام دردهای گلو، خلط پشت حلق و ریاهات کاملا پاکسازی میشه. اگه همیشه سرفه میکنید، شیر رو با زردچوبه ترکیب کنید، تمام سرفه های خشکتون برطرف میشه. اگه آبریزش بینی داری، آب لیمو و عسل استفاده کن. 1 قاشق چایخوری عسل، نصف استکان آب لیمو رو بریز و میل کن. سریع آبریزش بینی قطع میشه. این ویدیو بفرست برای هر کسی که برات مهمه. هر فردی که پیجمو فالو کرده سرماخوردگی پیشش نیومده. لایک و سیو و شیر و کامنت فراموش نشه.